سلام دوستان، داستان امروز ما راجع به یک درویش نابینا و تنگدستی که در اوج فلاکت نشسته بود در یک گوشه‌ای و یک دفعه ندا از آسمون اومد که فلانی خدا سلام رسونده. گفته اگه بتونی یک آرزویی بکنی که انقدر بزرگ باشه که در شأن خدا باشه، آرزوت رو برآورده میکنه. گفت سلام خدا برسون. بگو فلانی سلام رسونده و گفته ازت میخوام نوم رو تو گهواره طلا ببینم. تو یک آرزو 6 تا آرزوی بزرگ داشت. یکی این که بینا بشه، 2 این که همسردار بشه، 3 این که بچه دار بشه، 4 این که نوه دار بشه، 5 این که اینقدر عمرش بلند بشه که بتونه نوه‌شو ببینه، 6 این که اینقدر پولدار بشه که نوه‌شو تو گهواره طلا ببینه. توی آرزو کردنم باید دلمون بزرگ باشه. خدا به حق بزرگی قسم میدم خلق عالم نوه‌هاشون توی گهواره طلا ببینن. من و شما هم همین.